شرط سيوم. ثالثا يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منه معلوما عند العاقدين لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه. شرط سيوم این است که هم در پول هم در مال، ثمن پول، مثمن مال، شرط این است که هر دوشون هم معلوم باشد در نزد خریدار و فروشنده. مقدار مال هم معلوم، مقدار پول هم معلوم باشد. به 1000 سوم مثلا 2 گوسفند، مقدار مال هم معلوم باشد، مقدار پول هم معلوم باشد. لأن الجهالة غرر، چون که جهالت، نادانستن به عین مبیع، خواه مال باشد خواه پول، ندانستن مقدار پول یا مال، این غرر است. غرر یعنی خرید و فروشی که عاقبتش نامعلوم است. و الغرر منهی عنه، غرر در شریعت منهی عنه، نهی شده است، منع شده است. فلا یصح شراء ما لم یره، جایز نیست خریدن آن چیزی که ندیدید. او رآه و جهله، یا دیدست و مقدارش و صفتش جاهل است، نمیداند. ولا بیع حمل فی بطن، جایز نیست فروختن حمل در شکم مادرش. مثلا میگوید که همین گاو حامله دار است، انا همه حاملش برای تو فروختم. و میگوید که حامله کودک همین گاو من خریدم، میگوید حالی به دنیا تولد نشده است، جایز نیست. او لبن فی ذرع منفردین، یا اینکه شیری که در سینه هست. او لبن فی ذرع، یعنی فروختن و خریدن شیر در سینه اجازت نیست. ولا یصح بیع الملامسه، این چنین بیع ملامسه هم جایز. ملامسه نمیبیند و میقپد. کان یقول ای ثوب لمسته فهو علیک بکذا، هر لباسی که دستت رسید قپیدی، آن به تو به فلان مقدار است. ولا بیع المنابذه، این چنین بیع منابذه هم جایز نیست. کان یقول ای ثوب نبذته الى ای طرحته فهو کذا، مثلا سنگ میگرفتند و هوا میدادند، به هر جایی که رفته رسید تا همانجا مقداری از همین حاصل را به تو فروختم. مثلا او چه خیل سنگ میدهد، سنگ به کجا رفته میافتد نامعلوم است، یا اینکه سنگ میگیرد یا یگان چیزی به سنگ مانند به لباس میپرتاید، به کدام لباسی که رفته رسید همان لباس به تو به فلان مقدار فروختم. یعنی این بیع ها عاقبتش نامعلوم است. ولا یصح بیع الحصاد، این چنین فروختن بیع حصاد. حصاد اصلا سنگچه میده، که قول ارمی هذه الحصاد فعلى ای ثوب وقعت فهو لك بكذا، همین سنگچه گیرو پرتو به کدام لباس رفته رسید همان لباس به تو به فلان مقدار است. این خرید و فروش ها از نگاه شریعت اجازت نیست، برای اینکه عاقبتش نامعلوم است. کسی که می خرد یا می فروشد احتمال است که ضرر بیند و شریعت ضرر را نمی خواهد. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.